جوان بود اندر عصر موسی، با فسق و معصیت عمرش سر و پا. یک جوانی بود در زمان حضرت موسی علیه السلام، کارش همیشه فسق و فجور بود. به روز مرد آن مرد گناهگار، همه گفتند ما زین شخص بیزار. یک روز او شخص مرد. البته که هر یک نفس چشنده مرگ است. گناه میکنی نمیکنی، این جان به خداوند میسپاریم. ما 1000 سال گناه میکنی، 1000 سال رئیسی میکنی، 1000 سال میخری میگردی، یک روز نه یک روز میمیری. خداوند میفرماید کل نفس ذائقة الموت ثم الینا ترجعون. خب مردم میگه ما از این شخص بیزاریم، نشویمش نسازیمش جنازه، چی لازم غسل بر هر استحاضه. ما ایره میگه ای بیزاریم، ما ایره ما نمیشویم، جنازه هم نمیکنیم. خب میبرن در یک پرتوگاه، میگه در یک حاجت خانه میپرتینش. در حاجت خانه میپرتین او بنده گناهگاره. الله مهربان به حضرت موسی علیه السلام ندا میکنه که ای موسی، نبیند بنده ام را کس بخاری. بندی مرا میگه او قدر پستش نزنین، بندی مرا او قفس نگاه نکنین. میم آفریننده او، خالق او میم، او را ما آفریدستم، ما به او رزق دادم، عمر دادم، مرگ دادم، ما دادم او را. میگه ای موسی برو بندی مرا بگیر، جنازش بکه، برده او را بگرام. حضرت موسی علیه السلام میبیا که مردم میگن ای موسی آخی چی کار میکنی؟ این انسانی بدبخت بود، فاسق بود. میگه فرمان الله رب العزه است، فرمان پروردگار استیم. حضرت موسی میگیرش خودش میشوش و جنازش میکنه، میبره میگرانش. حضرت موسی علیه السلام به خدا مناجات میکنه، خدایا چه حکمت بود فاسق را بخواندی؟ میگه خدایا چه حکمت بود که فاسق اینقدر مهربانی کردی؟ الله چی میگه؟ بروز از قضای آسمانی، بشد مشغول بر تورات خوانی. یک روز از قضای آسمانی میگه این شخصیت مشغول شد به تورات خوانی. نظر انداخت بر اسم محمد صلی الله علیه، ز شفقت بوسه زد از نام احمد. یکی میگه ورق زده ایسته بود، یکی نام محمد دید گفت وای این چه اسم زیبا هست. گفت جانم فدایت شو. گفت ای مهر محبت، یک بوسه زد نامی رسول الله صلی الله علیه و سلم. قوم حضرت موسی علیه السلام از تورات نگاه، یک بوسه زد. طفیل حرمتی احمد حبیبم. خب عذر که کمتر فراموش کردیم این شعره. الله میگه که طفیل حرمتی اسم محمد صلی الله علیه و سلم، ما از تمام گناههای او درگذشتم، گناههای او را بخشیدم. به خاطر چی؟ به خاطر بوسه از محبت به اسم رحمت للعالمین، به اسم خاتم الانبیاء، به اسم حبیب خدا صلی الله علیه و سلم. خوشا به حال ما و شما که امروز در روح این شخصیت بزرگوار صلوات بفرستیم، دعا بکنیم. خداوند نگهبان تماشا برادرای جان.